به کسانی که جمعیت را سرشماری میکنند چه میگویند؟ نفوس و مسکن. به کسانی که انقدر چقدره؟ اینقدره. به تو دوربین ببینمش. انقدر چقدره؟ انقدر. خیلی ما هم دیگر دوست داریم مگه نه؟ اینقدر. حتی کجگوشا اینجوری این بی پدر و مادرها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن. کاری دارید زندگی میکنید؟ جوشواره؟ خیلی هم جای خوبی. همه خوبه اینجا؟ یکی جوشواره نداره اینجا، خیلی هم عالی. میدونی یه حس خوبه اولین صبح دلانگیز زندگی مشترکمونو داره. دردم داره؟ شب اول و خود اول وقت اینجا باش. دیشب کجایی؟ دیشب کجا باشی؟ دیشب خدا وکیله همش میرم. بابا وایسا. عشق دیدم اما دلم نلرزید انگار تو رو ندیدم. دن نیرومندی خیلی. اگه آفساید حسین کعبی نبود الان دقیقه 87 چند تا خط دیگه هم بود که مثلا شما ببخشید در بیاریم من باهاتون با هم بشینیم یه کارکنات بی‌طرف قراره بریم توی زیرزمین گل بکشیم. بعد دیگه جاتون خالی رفتیم نشستیم و یکم دوکام دیوید بکام. داشتم رفتم خونه مادر بزرگ گرگینه شدم. قیصر کجایی که داشته تا کشتن؟ فرمون که میگفتن این بود. در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. خانم من خیلی معذرت میخوام یه لحظه. مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد. مجلس خبرگان؟ سلطنت قاجار مجلس خبرگان. کسی بیرون آمده بود تو رو زد؟ چرا؟ این تو رو زد من خود دعوا کرد. وای علی کلاره من دیرینک نمی کنم. ببخشید زن من میشی؟ بله؟ مرزی گفت بله. چیزی شده این وقت شب؟ نه. جای آتیش گرفته؟ نوچ. بابا اینا چیزیشون شده؟ نه. جنگ شده؟ نه. پس دختر باید چشاش درست باشه اینجوری، دماغش کوچولو باشه، لباش خوشگل باشه، موهاش شوچه شقایی الان چیزای خیلی مشکل داره. فارسی صحبت می‌کنی؟ فارسی صحبت. خیلی مشکل داره این چوچه دیدی چجوری؟ سر علی بیتو بفرما. خیلی ممنون. مامان آمی اومد تو سر میگیره من نگفتم دستکتو شورت تا تقلد مامان آمی بده. مامان بیا بری بس دیگه. آقا شما این حرکت انجام بدین. بله. مستونک میخوام. پستونکت رو میدونم کجاست ولی مستونکت رو نمیدونم کجاست. چی شدی؟ نه. من باید سریع وسایلمو جمع کنم برم خارج. ایرادی نداره. برم؟ بله الان میخوای بری؟ من با تاکسی برم یا با اتوبوس برم؟ با هر چی که فکر میکنی. با موتور بگیرم برم زودتر میرسم. فکر میکنی رئیس جمهور چه ویژگی داشته باشه؟ رئیس جمهور در مرحله اول توحید داشته باشه بعدم عدل. اما بس امامت هم هست. احسنت. معاد روز قیامت. در رضا 500 علی فرصت آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگول. ایشون که میگه من چه میدونم پای یک یورو 4 دارم کوپنهاگن فلان 20 سال اینا بودم ارواح عمش. آقا نقل دیگه ساکت باش من دارم صحبت. آقا به عشق هر چی کفتر بازه همه تو گرم. یک آهنگ به نام به چمل که از ساختهای خودم حقیقت که شعر و آهنگ با قربانlık عید قربان را تبریک عرض میکنم که همه خانواده ها گوسفنده ها با هم جشن گرفتن. اسم کوچیک شما چیه دقیقاً؟ رامبد.
رامبد؟ رامبد یعنی چی؟ رامبد یعنی چی؟ مثلا میگوید کم گویا گزیدی. چی میخوای بگی؟ گزیدو؟ نه این نیست. گزیدی؟ نه اون نیست. گزیدی؟ حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون فوتبال ایتالیا، روم. و دیگه اسم منو به این نگین، بعد میان برای من اذیت میکنن آقا، بعد میان جلوی در ما این کارو. اینقدر عقده‌ای هستن که اینا. اسم منو یه بار نبریم، من بیخود اسممو گفتم. وای که من بدبختم. چیزه اینجا خانم جریش قشنگ اینجا آمده بود. دور من پر پرپاچست، تتو رو بدن چند تا هست، داره میاد رو من 5 تا دست، منم روش میام اگه اینجا برنامه. یه بچه سیاه سومالی اشک از چشمش میریزه و با این چشم شرط میگه من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، من مریضم، من دوا میخوام. واسطاده بودن یه 35 نفر ریختن سرم. دفاع شخصی بود، چاقو رو کشیدیم دفاع شخصی کرد. اخیشتن خیش دفاع کردم. آره جون من، تو رو خدا راست میگی، ساسی صدام خوبه. آقا چه رابطه‌ای بین انقلاب ما و حکومت جانی حضرت مهدی هست؟ خیلی هست. آقا چه رابطه‌ای بین انقلاب ما و حکومت جانی حضرت مهدی هست؟ خیلی هست. سلام علیکم. بلنت الله مرضا تو دعا میکنم بمیری با همین یابود بری زیر کامیون آشغالی. آهوی دشت زنگاری تویی که میگی دوستم داری، میری و سراغم نمیایی، به که من اینجا میسپاری. جوادی جونه جوادی خوشی؟ خوش. مستی؟ مست. نکنه فکر کردی اینقدر چوپم شله شون نیست؟ بس کن دادم سفتش کنه. یاد گرفتی اینجا؟ هویجا گرز فرنگی. نمیتوانیم پدرت رو بیار پیش خودت. یعنی اینجی کاش میشد پدرم رو بیارم. باور کن برادر ندارم. خواهرتو جان عشق دیدم اما دلم نلرزید، انگار تو رو ندیدم. درن نیرومدی خیلی. She call me Mr. Bombastic, fully fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, on me fantastic. Touch me. یه منو آدانا آوردی بیرون باتسه. چجوری رفته بودی تو دلم مگه؟ خدا بودی دیگه. بودی منو. من لیاقت این که بخوام خونه زندگی درست کنم نه این که ندارم، ازم گرفته شده. من هر کاری که بگی میکنم، اما تو فامیل و در همسایه میدونی که برای یه دختر هر چی میخواید فوش بدید، مگه از زیبایی من کم میشه؟ تازه شماها منو زیباتر میکنید. من زیباترین پسر جهانم. در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. خانم من خیلی معذرت میخوام، یه لحظه فکر بده بگو بهم تنگ شده واسم، بگو دل کسی اومد جلو بگو بره، هنرتو به من نشون بده. سید السلطانی بن اسم باباش چی؟ باباش نرفته که با خونه مادرش زر بچه‌اش. بن خانوادتون اونجاست. همین مسی رو میبینین؟ اینو من از تو جوبای ریو ژانیرو جمع کردم شد این. سرده کاپشنم کو، حتی یه پولی برم باشه ممنون. دروغ نگو. از چه خبر ندارم؟ از گوز دیشبه یا از اون گوزی که جلو بابام دادی یا اون گوزی که تو مهمونی دادی آبرو بردی هم؟ پشت محوطه جریمه به سمت چپ. کولاروف یومتیچ و بچه پرو برو گوشو کلاس میداری برو منو. انا کچک تگین بانا کچک بجم خواهرات دوری شاید چی کار میشه زنه همین که زن میرفتن تو کابارا همین میخواستی؟ همین میخواستم. بفهمید ایشون این آقا مفتی دیشب خیلی موثره، خیلی خوبه.
این قربت نشون میده که قربتی‌ها دهاتی‌ها که تو تهران ریختن همه رفتن شهرشون. شهر باید اینطوری باشه. تو زن داری؟ نه بابا زنم کجا؟ نامزد داری؟ رفتم سربازی برگشتم حامله بود. از چی داری؟ هیچی جز یه ننه و یه خونه گرایی. مردی که الاغ، بیشعور، نفهم، گاو. اگه سیاه من پول میدم ولش میکردم میرفتم. مگه دیوانم مثل تو؟ خواهرات داره چی کار میکردن؟ میرفتن تو کابارا. همین میخواستی؟ همین میخواستم. اینا چیه؟ اینا چتن؟ چمه؟ تو چته؟ من چته؟ من چتم. چتی؟ تو چتی؟ با من ازدواج کن. با تو؟ آبلان نکنی؟ اینو نگاه سری. دانشمندای ما را ترور کردن. هن؟ واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ لطفاً پسرای دهاتی و بدتیپ نیان تو پیج من. مرسی. شما چه درخواستی داری؟ من درخواست آب دارم. من درخواست آب دارم. من فقط درخواست آب دارم. من نمیتونم. شهید مدرس کودتا کردن. شهید مدرس کودتا کردن. میرزای شیرازی متاسفم. نشون که نمیدن. بخش زنده داره برای دنیا بخش میشه. چون خدا اشتباه کردم. نه هیچ اشتباهی نیست. من هیچ مشکلی ندارم ولی خب از این دختر همسایه‌مونه بهم گفته گوه نخور. غلط کرده. هیچ کاری نمیتونه کنه. برو بخور. 35 تا 70,000 35,000 تا 70,000 4,560 35,000 تا 70,000 456,500 اسم چیه؟ کلم. چی؟ کلم. کریم؟ سرونان اومدن شدن شورا به رأی مردم. با رأی مردم. خودتون معرفی کنید. من حاجی عبدالله ستوری، پسر منم مکه به دنیا اومدی، قبرستان روبروی قبرستان بگه. عرازل برین خونه هاتون. میگه بابا اون ممه رو لولو برد، گفتش که بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه. دختر ایرونی که ناز و دلبری این پیغام ابلکتو گوش کن، میشتونی غم پسر ایرونی رو حرفای دلشو گوش کن. تو فوزولی؟ من اون یکی که اصلا بزرگتره میگه فوزول بردن زیر زمین لیف خورد افتاد زمین. شما خانمه؟ من زاهد. چرا این باغچه‌ای که در آنیم ریشه و علوفه ندارد؟ باغچه؟ آری، نکنه فکر کردی کرم خاکی؟ بلی.